سلام دوستداران آقا زکریا. این که الان میبینین به جای زوپس من قابلمه گذاشتم واسه اینکه زوپس من متاسفانه سوراخ شد و مجبور شدم قابلمه بذارم. تو یوتیوب نگاه کردم دیدم قابلمه گذاشتن دورشو خمیر میزنن و تمام. اومدم همین کارو کردم، دیدم از این بر از اون بر از همه جاش فقط داره میزنه بیرون. بعد اومد یه فکری ذهنم رسید، آجر گذاشتم تأثیر نداشت، بازم میزد بیرون. بعد اومدم جک ماشین رو برداشتم اینجوری اهرم کردم به زیر کابینت و روی این دوتا آجر و خوبم جواب داده، یعنی محکم صفر، یعنی یه چیزی میشنویم. و اینم که دیگه دارین میبینین و اجا این صدای اینا یه وقتی فکر نکنین واسماس. بعد اینم که دیگه محصولمون داره میاد اینا. آره دیگه، منظور خلاق باشید. در پناه آقا زکریا.